اتهام آخوند رافضی به حفصه رضی الله عنها همسر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. من میخواستم ببینم که حفصه همسر پیامبر دختر واقعی عمر بوده یا نه؟ اینو به من جواب بدید. علی یارت بوده، اما خب این که دختر واقعیش بوده یا نبوده ما نمیدونیم خواهر محترم. بله چون در اینجا خیلی در بین اینا بعضی کارهای دیگه اتفاق میافتاده زیاد. بینندگان گرامی، دشمنی آخوندان رافضی با اسلام آنها را به جای کشانده که از دست اتهامات آنها هیچ کس در امان نمانده است. به الله متعال، رسولش صلی الله علیه و آله و سلم، امهات المؤمنین، اهل بیت علیهم السلام و اصحاب کرام رضوان الله علیهم اتهام زدند و این بار اتهام این آخوند رافضی متوجه ام المؤمنین حفصه بنت عمر رضی الله عنهما بوده است که ایشان را متهم به زنازادگی می کند و از توهین به همسر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هیچ شرمی ندارد. آیا نعوذ بالله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با یک خانم زنازاده ازدواج نموده است؟ آیا الله متعال نفرموده است الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق کریم. زنان ناپاک از آن مردان ناپاکند و مردان ناپاک از آن زنان ناپاک می باشند و زنان پاکیزه سزاوار مردان پاکند و مردان پاکیزه سزاوار زنان پاکند. اینان از آنچه میگویند مبرا و منزه هستند، آنان آمرزش و روزی نیکو دارند. چگونه امکان دارد که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با یک خانم زنازاده ازدواج نماید و تا آخر عمر در عقد نکاحشان باقی بماند، در حالی که شما شیعیان ادعا می نمایید که پیامبر صلی الله علیه و سلم عالم به غیب بودند و از تمام اسرار گذشته و حال و آینده تمام عالم با خبر بودند؟ آیا شما نسبت این بی‌غیرتی را به خود میپسندید که با یک خانم زنازاده ازدواج نمایید یا آن را در عقد نکاح پسرتان درآورید؟ پس چگونه نعوذ بالله به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نسبت بی‌غیرتی میدهید و الله متعال را متهم مینمایید که به پیامبرش اجازه داده تا با چنین زنی ازدواج نماید؟ این چه دینی است که شما خود را به آن نسبت میدهید؟ فردای قیامت شما شیعیان با کدام روی با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روبرو میشوید؟ آیا از الله متعال و روز قیامت خوف ندارید؟ براستی که این فرموده الله متعال درباره امثال شماست: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظیم. همانا کسانی که زنان پاکدامن و بیخبر و مؤمن را متهم می‌سازند در دنیا و آخرت نفرین شدند و عذاب بزرگ در انتظار آنهاست.